بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. إنك ما درسي خضر دوامدهم از كتاب صرف بنام بناء الأفعال. ما در درسی گذشته یعنی اقسامی هشتگانه را که در بعضی جا اقسامی هفتگانه هم میگویند گذاشتیم. اکنون در این درس انشاءالله مصنف برای ما و شما هر کدام این اقسام را با تفصیل فهمانده میدهد. بنابراین میفرماید که واعلم ان كل فعل اما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة وهي الواو والالف والياء والهمزة والتضعيف نحو نصر. خب میفرماید که بدون که هر فعل و خواه ماضی باشد و خواه مضارع باشد خواه امر باشد، یعنی مهم هر فعل یا صحیح هست میگوید، هر یک فعل یا صحیح هست. اکنون صحیح چیست؟ و هو یعنی همون فعل صحیح الذي ليس في مقابلة فائه. فعل صحیح گفته آن فعل را می نامند که در مقابل فای بابش یا که عین و لامی بابش، یعنی در مقابل همین سه حرف اصلی حرف از حرفای علت را دیده نمی شود، حرف علت ندارد. و مراد از اون حرفای علت کدام ها بودن؟ الواو و الالف و الیا. گفتیم که حرف علت نام کردن واو الف یا را هر کی را درد رسد ناچار گوید وای را. و الحمزه و التضعیف، و همزه هم نیست، یعنی در مقابل فا عین لام همزه هم نیست. و تضعیف و دو حرف هم از یک جنس نیست، با مانندی نصره. نصره همین نصره فعلی چیزش میگوینه صحیحی سالمش میگوین، فعلی صحیحی سالمش میگوین. فعلی صحیح لازم سالم خواستم بگم، فعلی صحیح سالم اون فعل رو میگوین که حرف علت نیست، نون صاد را واو الف یا نیست و همزه هم نیست چخیلی که دیده ساده، و همچنین دو حرف هم از یک جنس نیست. بنابراین نامی همین نصره چی می شود؟ صحیح سالم می شود. این یکم نمودی یا که یکم نوعی فعل. و اما معتل یا می شود فعلی که و اما معتل و هو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة نحو وعد و يسره. یا یک نمودی فعل است که او را نامش معتل می نامند. او را نامش چی؟ معتل می نامند. خب معتل چی؟ یعنی علت دار. معتل گفته علت دار می گویند. اکنون خطا آمده است همینجا، الله اعلم باید این خیلی نمی گفت. می گفت که یک نمودی دیگه هست که وی را معتل الفا می نامند. فهمیدید؟ معتل الفا می نامند. خب یعنی در مقابل فا حرف علت دار. خب اکنون همون فعلی که در مقابل فای او حرف علت هست او را معتل الفا می نامند، یا که مثال هم نامش میگویند که مثال الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العله، یعنی معتل الفا چنان فعلی است که در مقابل فای او حرف از حرفای علت را دیده می شود. اکنون همون حرف از حرفای علت یا که واو است به مانند وعده، یا که یا از مانند یسره. این چی میگوین؟ معتل الثا میگوین. بله. و اما اجوف و هو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العله نحو قال و کالا. سیم نمودی
فعل و اما اجوف یا که فعل اجوف بوده است. خب فعل اجوف چگونه فعل است؟ الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة. یعنی فعل اجوف آن فعل را مینامند که در مقابل عین او حرف از حرفهای علت باشد. مثلا می شود که حرف علت در مقابل عین واو است در اصل. برای مثال قال، یا کیا است مانند کالا، چون که قال و کالا در اصل قواله و کیله می باشند که اینها را در صرف تصریف العزی انشاءالله بعد می گذاریم. برای چی؟ یعنی اختصارا بگیم قلبت الواو والیاء الفا لتحرکهما و انفتاح ما قبلهما فصار قال و کالا. یعنی با کدام سبب یعنی که قواله قاله شد، کیله کاله شد؟ میگویند که واو را و یا را با الف عوض کردن برای خاطری خودشان حرکت دار بودنشون و مقابلشان چه فتحه داشتنشان، بس در نتیجه قوله قاله شد و کیله کاله شد. وإما ناقص وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة نحو غزا ورمى. یا حرفی هست که او را ناقص می نامند، ناقص و یعنی فعل است که خواستم بگم و فعل است که او را چی میگویند؟ فعل ناقص می نامند. خب این چگونه فعل است؟ فعل ناقص آن فعل را میگویند که یکونو فی مقابلة لامه حرف من حروف العله، در مقابل لام همین باب حرف از حرفای علت را دیده می شود. همین حرف علت می شود که واو باشد در اصل، یا که می شود که چی باشد؟ یا باشد. فهمیدیدم؟ برای مثال واو غزا، این در اصل غزا می باشد. ما مانند همون قاعده در بالا گفتم، همون قاعده را استفاده بردن غزا شد. و مانند رما در اصل رما یبود، این را به همون قاعده بالا چیکارش کردن؟ نه خب رما کردن او را. فهمیدید؟ اما برای چی غزا به صورت الف نوشته شد و رما به صورت یا نوشته شد؟ این تماما دیگه علم است. این علمی املا میگن، انشالله بعد میگذاریم. خیال میکنم کفایت میکنه، زیرا که بعد درباره الف چه لفیف صحبت میروند. لفیف در نوبت خود خیلی میشود، لفیف مفروق میشد و مقرون میشود، که مقرون میشد و مفروق میشود. این انشاءالله علیه میگذاریم. صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.